الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین. اما بعد. خواهر محترمه پرسیدن آیا زن می تواند ماه شعبان را با ماه رمضان یکجا روزه بگیرد؟ خواهر محترمه، روزه برای مرد و زن روزه های نفلی اجر و ثواب زیادی دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند: من صام یوما فی سبیل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خریفا. کسی یک روز را برای الله روزه بگیرد، یعنی به جز روزه های فرضی، روزه از او حتمی است، الله تعالی به اندازه یا به مسافه 70 سال چهره از او را از آتش جهنم دور نگه می دارد. یعنی فاصله میانی از او جهنم نهایت زیاد می باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه های زیادی را ترغیب دادن برای روزه گرفتنش، از جمله 6 شوال بعد از رمضان و همچنان روزه 9 ذی الحجه، روزی عرفه که مشهور است، و روزی عاشورا 10 محرم، و در هر هفته روزه های دوشنبه و پنجشنبه، و در هر ماه روزه های تاریخ 13 و 14 و 15 ماه، البته به تاریخ هجری قمری، و همچنان روزه همیش که انسان یک روز روزه میگیرد و روز دیگر افطار میکنه و ایره به نام روزه داود علیه السلام معرفی کردن. پس کسی در حد توانش تلاش میکنه، چیزی که در توانش بود برای الله روزه میگیره، الله تعالی به سبب روزش ایره از آتش جهنم دور نگه میدارد. و روزه در حقیقت یکی از اسباب است که انسان را از جهنم دور نگه می دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: الصوم جنه، روزه سیپر است، سیپر از آتش جهنم، سیپر از گناه ها، و همچنان برای نفس انسان وقایه است، وقایه از زنا، وقایه از کارهای بد. رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق میکنه جوانان را: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. جوانا دختر باشند یا پسر بوده باشند، اگر کسی توان داره روزه بگیرد، نکاح کند، توان نکاح را دارد نکاح کند. اگر توان ندارد روزه بگیرد. چرا؟ به خاطری که روزه شهوت انسان را کسر میکنه، از بین میبرد. پس این روزه یکی از راه‌هایی است که انسان را از معاصی و گناه دور نگه می‌دارد. المهم، کسی اگر ماه شعبان را از ابتدا روزه میگیرد، یا روزه های که یک روز روزه میگیره روز دیگر افطار میکنه، یا این که روزه های دوشنبه و پنجشنبه را عادت داره در هر هفته روزه میگیرد، یا روزی 13 و 14 و 15 عادت داره روزه میگیرد، درست است. اما کامل شعبان را با رمضان وصل کردن درست نیست. در روزه های نفلی، البته اگر قرضی بالاش بوده باشه یا اینکه نظری بوده باشه، باز اشکالی نداره، روزه میگیره. اما اگر از ابتدای شعبان روزه نگرفت، بعد از 15 شعبان روزه را شروع کرد، پس این ناجایز است. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند وقتی که 15 شعبان باقی ماند دیگر روزه نگیرید. و همچنان قبل از رمضان 2 روز قبل یا 1 روز قبل از این روزه منع کردن. اما اگر ماه شعبان را بیشترین روزه هایش را روزه میگیرد، عمل خوب و بهتر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ ماه را به اندازه شعبان روزه نمی گرفتن. امهات المؤمنین از جمله ام سلمه رضی الله عنها فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم ماه شعبان را با ماه رمضان وصل میکردند، یعنی قدر روزه زیاد میگرفتن. و در بعضی روایات دیگری الا قلیلا، یعنی ماه شعبان را روزه میگرفتن مگر کم روزه هایشه. پس کسی اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم نموده
بیشترین روزه های شعبان را روزه میگیرد، اجر و ثواب زیادی داره و همچنان اقتدا به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می شود، اما کامل نباید روزه بگیرد. خواهر محترمه پرسیدن شوهرم گاهی نماز میخواند و گاهی هم نمیخواند، آیا در روز قیامت در گناهش من هم شریک می باشم یا خیر؟ خواهر محترمه، ترک نماز از جمله گناهان کبیره است. کسی که نماز نمیخواند خیری در او دیده نمیشه. اگر این ترک نماز از روی انکار و استهزاء به نماز و استهزاء به دین و استهزاء به شعائر الله بوده باشه، باز انسان کافر و از ملت اسلام بیرون است. و اما اگر ترک نماز از روی سستی و تنبلی و خستگی و غیره بوده باشه، در این صورت هم عده علماء شخص را کافر می‌داند. عده از علماء شخص را کافر می‌داند و دلایل بیشمار هم به امی دلالت میکنه کفر از این شخص. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید بین الرجل و الشرک و الكفر ترک الصلاة. حدیث در صحیح مسلم میان بنده و میان کفر نماز فاصله است. نماز را خوان مؤمن، نماز را نخوان کافر است. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. پیمان محکم میان ما و میان کفار که فاصله میاره ما را با آنها نماز است. پس اگر کسی نماز را ترک کرد کافر است. و همچنان صحابه کرام فرمودند هیچ عملی را در زمان از آنها ترکش کفر نمیدانستند بجز نماز. صحابه کرام چنین نقل شده. پس چنین شوهری که نماز نمیخوانه، شما خواهر محترمه تلاش کنید هر رایی که مناسب است و با اسلوب نهایت بهتر حکیمانه، چون شما در خانه با چنین شخصی که زندگی میکنید میدانید که از کدام راه برش پیش شوید. بعد از سعی و تلاش زیادی وقتی که دیدید باز هم نماز نمیخواند، باز شما کوشش کنید که از چنین شخصی فاصله بگیرید. فاصله تا یک مدتی را، البته طلاق نگیرید، فاصله بگیرید و شاید که همی فاصله گرفتن شما هم سبب شود که باز به نماز رجوع کنه و نماز خدا پابند بخواند. اگر دیدید باز هم علاج نداره، فایده نداره، در نهایت فاتقوا الله ما استطعتم، به اندازه که طاقت دارید از الله بترسید و پیام خدا وقتی که به این رساندید اصلاح نشد، گناه بالای شخص است و شما گناهگار نیستید. انشاءالله در هیچ جرمی از این شریک نمی باشید. انسان در صورتی به گناه از این شریک است که در مقابل منکری از این سکوت میکنه، به خصوص منکر داخل خانهش است و توانی از این هم داره که بالای از این کار کنه. وقتی که سکوت کردید و با او راضی شدید و همیشه خاموش بودید، نمازخوانی او که نماز نمیخوانه شما خاموش بودید، این صورت گناهگار می باشید. و اما در صورتی که شما راه ها را تلاش کردین که نماز نخواند، این صورت شما گناهگار نیستید. برادری درباره سجده تلاوت پرسیدن که چگونه می باشد. برادر محترم، سجده تلاوت بعد از خواندن آیتی که در او سجده است، بعد از او انسان سجده میکند، یک سجده، چی در نماز باشه یا غیر نماز. اگر در غیر نماز است و مجردی که سجده آیت سجده را میخواند، تکبیر الله اکبر میگه، در سجده میراد. نزد بعضی علما هم تکبیر ثبوت نداره، بدون تکبیر هم میتواند که در سجده برود. و دعای سجده از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده. حدیث در سنن ترمذی می آید و امام ترمذی حدیث
صحیح هم قرار داده، فرمودن سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته. این دعا را در سجده میخواند. و همچنان عام دعایی که در سجده عام خوانده میشه، سبحان ربی الاعلی، را هم بخواند باکی نداره. و باز سر خود از سجده بالا میکنه بدون تکبیر. اگر در نماز بوده باشه، در سجده رفتن هم تکبیر میگه و بالا شدن هم تکبیر میگه. اینا به حدیثی که در هر خفض و رفع تکبیر است. و اما سجده تلاوت حکمش سنت است، خلاف بعضی اهل علم که ایره واجب میدانند. چون رسول الله صلی الله علیه وسلم بالایش سوره النجم خوانده شد و رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده نکردن. اگر واجب میشد حتمی به سجده میکردن. و همچنان عمر رضی الله عنه فرمودن ان الله لم يفرض السجود الا ان نشاء. الله تعالی سجده را بالای ما فرض نگردانیده مگر اینکه خودمان اگر خواسته باشیم. یعنی کاری است که انسان اگر بکند بهتر است، سنت است، به اجر میگیرد. اگر نکرد گناه نمیگیرد، گناهگار نمیشود و نه نماز انسان باطل میشود. قسمی بعضی ها ادعا کردن که نماز انسان آیت سجده را اگر بخوانی سجده نکنی باطل میشه و بدون دلیل است و قولشان کدام مستندی شرعی نداره. سجده فرض نمی باشه، سنت است. اگر بکنی بهتر، نکنی هم اشکال نداره.